فیلمی از آدام مکدونالد. گرگ‌ها بیرون می آیند. از دیدنت خیلی خوشحالم. منم همینطور. ممنون که اومدی، برام با ارزشه. مشکلی نبود، استادم بهترین بود. خب لیا کجاست؟ اون نتونست بیاد. چی شده؟ چیز خاصی نیست، از محل کارش میخواستنش. چه مصیبتی. متاسفم. آره. چیز کجاست؟ همینجا. لعنت. سلام رفیق. این کایله. کایل، این نولانه. سلام، از آشناییت خوشبختم. منم همینطور. شنیدم شکارچی خفنی هستی. خوش میگذره. از این خانم که صبورترم. 5 دقیقه نیست اومدی اینجا، بعد داری سر به سر من میذاری. آروم باش. جمعمون جمع. آره. زدی تو خان؟ امتیاز گرفتم. لعنتی. چیه؟ من فکر میکردم که اینا پر باشن. فکر میکردم جنسشون از پلاستیک پیشرفته است. این روزا آره، پر واقعیه. پلاستیک هم میسازیم، همه جورشو میسازیم. سبکترن، پس صافتر حرکت میکنن. به مذاق من بیشتر خوش میاد. پس چرا از اینا؟ صوفی بهم داده. هر وقت میام اینجا از اینا استفاده میکنم. فکر کنم بعدش میومده نه؟
شک نکن. به هر حال ننه باباشو قانع کرد که برام یه ست تیراندازی بخرم. بعدم شکار با کمونو یادم داد. ساخت سوئده؟ نه چطور؟ مگه مردار اسم برندش نیست؟ روی پرش نوشته بود. نه یه زمانی تای هر چیزی یه کشنده میذاشتن. واسه تولد 16 سالگیم خرید و یه اسم روی تمام پراش گذاشت، ولی به زبونای مختلف. پس این یکی یعنی چی؟ قاتل. به هلندیه. خوبه. تیر کار بذار. خوبه. بکشش عقب. از کمرت استفاده کن. خوبه. هیجان زده نشو. میدونی اون بیرون بدترین چیز اینه که یا هیجان زده بشی یا وحشت کنی. حاضری؟ ببخشید، این که میبینم توی هیچی وارد نیست برام قشنگه. خب فکر کنم اگه تا الان کمکش کرده بودی بهتر میشد. آره چرا نمیای پایین؟ یادمون نمیدی خانم متخصص. خیلی خوب. تو حالا تیراندازیشو دیدی؟ نه. واقعا؟ واقعا. ممنون. توی موقعیت اولیه. بزن دیگه. دیدی؟ از کایل یاد بگیری بهتره. راستشو بخوای خیلی جذاب بود. صبر کن. اون چه کاری بود؟ چیه؟ قبلا وقتی بچه بودیم این کارو میکردی. چه کاری؟ سعی میکردی دلمو خوش کنی. نمیفهمم چی داری میگی. خیلی کثافتی. عجیبه که عادت نکردی. الان 3 روزه که دارم تلاش میکنم، هیچی بهم یاد نمیده. میفهمم. نمیدونم چرا گفته من بهت یاد بدم. خب گفت اگه خودش بهم شکار یاد بده بابت تمام چیزایی که میکشم مسئوله و اون همچین چیزی رو نمیخواد به دوش بکشه. آره تو هم باور کردی. خب مطمئنم خودت میدونی که وقتی صوفی یه تصمیمی بگیره. میدونم. تازه گیاهخوارم شده. اون گیاهخوار نیست. جدی میگی؟ آره یکی از کابوسام شده رستوران پیدا کردن. با تفنگ کار کردی؟ چی فکر میکنی؟ زدی تو خال. آفرین پسر. آره درسته. زدم تو خال. مثلا تو تعطیلاتی ها. من سردبیر ارشدم، تعطیلات بیمانیه. چی از خوش گذروندن؟ با من مهمتره. بگو ببینم. نوشتن این مقاله. جوابت غلطه. یکم به وقت بده. الان میام. خب
نظرت راجبش چیه؟ خوب بود. فقط خوب بود؟ راه میفته. قول میدم. هواشو دارم. میدونم. صبح شد. دارم فکر میکنم. خیلی خوب بابا، فایده نداره. چی؟ دستت پره، میبازم. از کجا میدونی چی دارم؟ از کجا میدونی چی دارم؟ خب از اون لبخند موزیانت. من صورتم این شکلیه. صورتت این شکلی. آره؟ خوبه که دخلی به این صورت مسخرت نداشتم. عزیزم اگه اینقدر بزدلی دوباره ورق پخش کن. باشه، مشکلی زود نیست. باش. دستتو نشون بده. منم دست خودمو نشون واقعا؟ بدم. آره. قول؟ آره. لعنتی بازیو میبردی. چی؟ آره. ببینم. نه. گفتم ببینم. بده ببینم. یه لحظه الان برمیگردم. این چه کاری بود؟ کدوم کار؟ عصبانی؟ عصبانی نیستم، دارم کار میکنم. خیلی خوب، اگه فضای ساکت میخواستی بهتر بود از همون اول اینجا کار میکردی. خب انتظار نداشتم ورق بازیتون انقدر پر سر صدا باشه. اصلا چی داری مینویسی؟ تو که هنوز چه کارو شروع نکردی. کل تجربه مهمه، شامل مقدمش هم میشه. اگه همون اول که رسیدیم اینجا میبردیم چه کاری، اینو 3 روز پیش مینوشتم. پس قضیه اینه. چه من 3 روز پیش میبردمت، چه کایل فردا ببرت، تفاوت خاصی نداره. یادگیری تیراندازی با کمان چند سال طول میکشه. و اگه تأثیری داره باید بگم گفت که برای بار اول عمل کردت خوب بوده. آره که اینطور. چیه؟ نامزدش کجاست؟ نمیدونم. خوبه که اینجاست، ممنونشم هستم، ولی بدون نامزدش اوضاع متفاوته. منظورمو که میفهمی. میدونی که چی میگم. بی خیال، برداشت اشتباه نکن. نمیدونستم که قرار نیست بیاد. تنها دلیل دعوت کردنش این بود که واسه مقالت بهت کمک کنه و یه نفر رو داشته باشی که باهات بیاد شکار. اون یه نفر رو بی دارم. خیال نولان. ببین، شکار با کایل میتونه شروع یه رابطه برادرانه قشنگ باشه. چیه؟ جدی میگم. شما نقاط مشترک زیادی دارید. معلومه، نقطه مشترکمون تویی. خیلی خوب، یکم دیگه صبر کن. لطفاً بیا بیرون و یکم خوش بگذرون. منتظرتم. خیلی خوب، تا وقتی تموم بشه طول میکشه. زیاد خودتو خسته نکن. گفتنش واسه تو راحته. چی گفتی؟ گفتنش واسه تو راحته. میخوای بگی که من زحمت نمیکشم؟ همچین حرفی به نزدم. محض این که وارد سالن میشم تا موقعی که برمیگردم سر پام. الانم تعطیلاتم، پس شرمنده که دلم نمیخواد نوشته‌های مسخره‌تو بخونم. من داشتم کارمو میکردم که تو... آره صوفی، همینه، تفره برو. خب معذرت میخوام. کمک میخوای؟ آره عالی میشه. اینو بگیر و چند تا سیب زمینی و پوست بکن. ممنون. خیلی خوب. خوبی؟ آره خوبه. حلش میکنیم. میدونی حیف شد که لیا نیومد. خیلی دوست داشتم باهاش آشنا بشم.
صوفی جدا شدیم. چی؟ واقعا؟ آره. لعنتی. خوبی؟ نه راستش یعنی آره. میدونی خر ما از کرگی دم نداشت. بی خیال. باید بهت میگفتم قبل از اومدن. معذرت میخوام. چرا نگفتی؟ نمیدونم. خب اگه خواستی حرف بزنی من هستم. خب وسایلت زیاده، مثلا ماشین آفرود و تفنگ و این موتوری که دمه داره تنها چیزیه که دارم. صحیح. خب نظر تو چیه؟ یعنی مشخصاً پدر بزرگم به پدرم شکار رو یاد داد، پدرم هم به من. کلاً کار خانوادگی مونه. ولی آخرین باری که رفتم شکار یه گوزن دیدم. جوری که نگام کرد باعث شد که کلاً متحول بشم. نتونستم بکشمش. دیگه شکار نمی کنم. صحیح. گیاهخوارم شدی؟ خیلی خوب. بچه که نیست. اخباونه خرس گنده ای شدم. بریزم؟ حتما. چی میگفتین؟ داشتم با بیان یه نکته به سوالت جواب میدادم. چرا قراره آخر هفته برم شکار؟ آره چرا؟ خب توی مجله داریم رابطمون با مسائل بنیادی رو به چالش میکشیم. سوژه من غذاست. میدونی نمیتونم آدم ریاکاری باشم که گوشت خوک میخوره ولی جرأت کشتن خود خوکو نداره ها؟ پس میخوام شکار کنم تا ببینم لازمه گیر آوردن گوشتش چیه. ولی همش تئوریه دیگه. تو تجربه شکار نداری. خب چی ازش میدونی؟ میدونم که شکار بخشی از طبیعته و طبیعت ظالم و ترسناکه. شکارگرام شکارچیای واقعی خارق‌العاده‌ان. میدونی؟ ما انسان هم توی جنگل خودمون مثل حیواناتیم. با کشته نشی، سازگار شد نمیره. میدونی وقتی یه فرصت میبینی باید برای بقات ازش استفاده کنی. آره ولی جامعه قوانین خودشو داره. طبیعت ظاهر و باطنش یکیه. بابات قبلا چی میگفت؟ اون میگفت که طبیعت هویتتو نشونت میده. آره درسته. خودشه. خب آره. فکر کنم شما دوتا اینا خوب میدونید. تو هم قراره بفهمی. همیشه واسه شکار میای اینجا؟ بستگی داره تله گذاری کنم یا نه. من تو کار خز و این چیزام 3 روز در هفتم تو مجتمع تعاونی کار میکنم. همونجام با لیا آشنا شدم. پس خونت چی؟ 50 کیلومتری اینجاست. مواقعی که صوفی نیست میام اینجا سر میزنم. از اینجا خوشم میاد. اینجا رو دوست دارم. اینجا بزرگ شدم. ساکت و آرومه و متروکه. حالا هرچی تصمیم شخصیه. مثل گیاهخوار شدن که هیچ وقت درکش نمیکنم. دست از سرم بردار. آره راست میگی. حق با توه. تصمیمات زندگی آدمو شکل میده. خوشبختی تو مشخص میکنه. به خودم که نگاه میکردم به خودم فکر میکردم که تا آخر عمرم یه مجرد تنها میمونم. دلم هم همینو میخواست ولی فکر ازدواج هیچ وقت به ذهنم خطور نکرده بود تا اینکه با صوفی آشنا شدم و بام چاره نداشتم. ولی ازدواج نکردین؟ ما نامزد کردیم. شرمنده. میدونستم میخواستی توی فرصت بهتر بهش بگی ولی الان گفتی. یکی از دلایلی که میخواستم این آخر هفته اینجا باشی همین بود که خودم شخصا بهت بگم. وای تبریک میگم. ممنون. خیلی خوشحالیم. بیاد بازم بخوریم.
چیه؟ چیه؟ آقای سردبیر برات حلقه الماس نخریده؟ دیروز که داشتم ظرفا رو میشستم درش آوردم. اوه. بگمونم باید برات یه چیز دیگه بخرم. چرا؟ واسه چی؟ تولدت. تولدم. نکنه یادت رفته. قرارمون گفتیم اگه تا 40 سالگی با هم نامزد نکردیم. آره یادم رفته بود. اون موقع بچه بودیم. 12 سالمون بود. این یارو کجاست؟ داره مقاله‌شو مینویسه. شرمنده که اینجوری فهمیدی. واقعا دلم میخواست خودم بهت بگم. نه. ساچمه هم ریخته. نامزد کردی. میدونم. چقدر؟ این یارو رو میشناسی؟ یه سالی هست که تو رابطه ای. یه سال؟ بی خیال. عجله کردی. بهش یکم دو دلم. این بارو به غریزم اعتماد میکنم. تا حالا رفتی؟ آره معلوم. صرفا اون لحظه غافلگیر شدم. نمیدونم این روزا خیلی استراب دارم. همینجاست. آره همینجاست. من میارمش. دوست دارم. استرس داری؟ بابت چی؟ فردا؟ نه چالش جدیدیه ولی پذیراشم. قبولش میکنم. همیشه همین بوده. حوله‌ای که گذاشتم تو اتاقتو برداشتی؟ آره دمت گرم. من خیلی خستم. میرم که بخوابم. نوشیدنی تقدیری دوست داری؟ یه حسی به هم میگه داری. جنس ناویه. باید باهات صادق باشم. قبل از اینکه ازش خواستگاری کنم یه حسی به هم گفت که باید بیام پیش تو ازت اجازه بگیرم. بی خیال بابا. جدی میگم. تو واسه صوفی خیلی مهمی. خیلی دوستت داره. دوست خوبمه. آره بهترین دوستته. رفیقته. بزرگ شدن با همچین دختر جذابی باید عالی بوده باشه. من یکی که نمیتونم با یه دختر جذاب صرفاً دوست عادی باشم. لعنت بهش. کار خیلی سختیه. آره اینجوری نبود که فکر میکنی. جدی؟ از چی میخوای حرف بزنی؟ از صوفی. میدونم که عاشقشی. بی خیال نولان. بیا راجبش حرف بزنی. رفیق. نیازی نیست راجبش حرف بزنی. رفیق مال خیلی وقت پیشه. گوش کن رفیق. بیا سعی کنیم اوقات خوشی داشته باشیم. نمیخواستم عصبانیت کنم. ردیفی؟ نگرانش نباش. به هم گفت که اشتباه بوده و مال یه گذشته احمقانه است. نه؟ درسته؟ صبح میبینمت.
نولا چی کار میکنی؟ نوشیدنیم افتاد. بعدش هم پام. بیخیال. بیخیال. چیه؟ حالت خوبه؟ پام. اگه میخوای جا بزنی وقتش الانه. نه من جا نمیزنم. استرس داری؟ چه استرسی؟ تابلوه. ممنون. ولی نمیذاری مانع کارات بشه. عاشقتم. خواستم بگم اگه چیزی لازم داشتی زنگ بزن، ولی موبایلتو جا گذاشت. وقتی اون بیرون آنتن نمیده بردنش چه فایده ای داره؟ کار از محکم کاری عیب نمی‌کنه. خب کایل پیشمه، اسلحه هم دارم. از مسیر حمله چوب قدیمی میریم. مشکلی پیش نمیاد. مطمئنم دورترم میبرتت. خب اونجوری بیشترم مینویسم. بازم نمیفهمم چرا خودت نمیبریش. مشخصا از من خوشش نمیاد. نه هیجان زده است. بی خیال خوش میگذره. بنزینت کمه، میخوای باکو پر کنی؟ 2 لیتر اضافه همرام دارم، نیازی نیست. خیلی خوب، جلیقتو باز کن. زود باش. هر وقت تنهایی میرفتم شکار، بابام یکی از اینا بهم میداد. بهم نگفته بودی؟ خوش شانسی میاره. چرا نمیدیش به نولان؟ مگه تیراندازیشو ندیدی؟ زود باش. خیلی خوب بزن بریم. از کجا میدونی که نقطه خوبی پیدا کردی یا نه؟ نمیدونم، ولی یه سری نشونه است که دنبالش میکنم. مثلا چی؟ فضولات؟ رد پا؟ آره، ولی باید پوشش خوبی هم پیدا کنیم. وقتی پیداش کردی چی؟ صبر میکنیم. این فضولات گوز نه؟ نه، این مال خرگوشه. خرگوش؟
چقدر اومدیم سمت شمال؟ شمال نیستیم، غربیم. تو و صوفی توی بچگی این کارو میکردین. بعید میدونم الان صبرشو داشته باشم. آره، بهم گفت واسه زندگیت لازمه. کی بهت گفت؟ بابات؟ بابا بالا سرم نبود. مادرت گفت؟ همه دلشون طوله میخواد تا اینکه به دنیا میاد. واسه همین خیلی به خانواده صوفی نزدیک بودی؟ اونا گوش کن کایل، بابت دیشب معذرت میخوام. من منگ بودم، نباید اون حرفا رو به تو میزدم. قدر کاری که برام میکنی میدونم. چیزی نیست، بریم یه نقطه دیگه پیدا کنیم. وای وای، بزنش دیگه. آروم باش. نمیتونم. کایل، فکر کنم اون هنوز زنده است. هی مرد، به نظرم بهتره برگردیم.
خیلی دور نشده. باید بریم. این عادیه که بذاریمش اینجا بریم؟ یعنی چی؟ بسه بیا برگردیم. کایل به نظرم باید برگردیم. تو را خدا واسه یه لحظه خفه خون بگی. یه حیوان زخمی اونجاست و داره سش میکشه. لعنتی! چه غلطی بکنیم؟ تکون نخور. جدش بزنم. لعنتی.
کایل کمکم کن کایل، کمکم کن، نمیتونم نفس کمک بکشم. میرم. نه 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 تنهام نذار کایل، تنهام نذار، نرو تنهام نذار کایل، نه تنهام نذار کایل، تنهام نذار، نرو کایل، کایل نرو تنهام نذار. بیخیال. صوفی! 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 چیه؟ صورتت چی شده؟ کایل بهمون حمله شد. حمله؟ آره یه گوز دیدم بهش شلیک کردم ولی تیرم خطا رفت. خیلی خوب تیرت خطا رفت، بعدش چی؟ برگشتیم و بهش حمله کرده بودن. صوفی کلی گرگ اون بیرونه. گرگ؟ سالاست که تو این منطقه گرگی نبوده. سعی کردم کمکش کنم ولی کاری ازم بر نمی اومد. صبر کن ببینم نولان کجاست. به حرفم گوش کن. سعی کردم کمکش کنم ولی نشد. همونجا ولش کردی؟ تو تناش گذاشتی؟ سعی کردم نجاتش بدم ولی دیر شده بود. نمیشد. یعنی چی که دیر شده بود؟ حالش خوبه؟ نمیدونم.
اون زنده است؟ نمیدونم. یه لحظه صبر کن. نمیتونم برگردم. یا خودت میای یا میشینی ترک موتورم، ولی باید بگی اون کجاست. آره فکر کنم. خیلی خوب، پس جدا میشیم. من از اون ور میرم. نه ما جدا نمیشیم، باید با هم باشیم. نه، باید تا حد امکان جنگل رو بگردیم.
بهتره برگردیم و زنگ بزنیم به نه، من اونو تنها نمیذارم. کایل بیا اینجا. چرا بهم دروغ گفتی؟ نگفتم. نه، گفتی که تیرت خطا رفت. دروغ نگفتم، فقط نه، یه شکارچی دیگه کم 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره. چرا بهم دروغ گفتی؟ این جان صوفی. نمیفهمم این چه بازیه که داری در میاری. نولان کجاست؟ نمیدونم کجاست. بهتره که راستشو بگی. الان بهتره همه چیزو بهم بگی. من هرچی میدونستم و بهت گفتم. تو هیچی بهم نگفتی. تو ولش کردی، اونم با دست خالی. تفنگو خودت برداشتی. داری به هم تهمت میزنی؟ نمیدونم. باید بزنم؟ چه مرگت شده؟ اون به دردت نمیخوره. چه زری زدی؟ مناسب تو نیست.
زود باش، زود باش.
نولان! خدای من. گندش بزنن. خیلی خوب. خیلی خوب. خدایا. نولان! یه چیزی بگو! نولان!
میتونی پاتو تکون بدی؟ باید بلندت کنم. بلند شو. خیلی خوب. آماده ای؟ 1 2 3 پاشو. آفرین. خیلی خوب. بریم. زود باش. الان میرسیم. همینه. بیا. همینه. حالت خوب میشه. نگران نباش. کارت خیلی خوب. زود باش. آفرین. زود باش. بیا. بیا اینجا. بیا. خیلی خوب. صافه بایسا. کایل. اوه کایل. کایل متاسفم.
لعنتی. باید بعدا برگردیم دنبالش. بیا. بیا. فیلمی از آدام مکدونالد. مدیر دوبلاژ محمدرضا مظفری.